نگاه کن و با عشق و احساس و با صدای بلند خطاب بر رستم بگو به نام ایزد مهرآفرین. نام ایزد مهرآفرین تو را برگزیدم از میان خوبان. یه دست قشنگ کردیم از میان خوبان. یه دست قشنگ از میان خوبان برای زیستن در کنار تو. میان این گواهان با تو پیمان مدندم وفادار تو باشم در هر لحظه و هر جا. پذیرا میشوی آیا؟ عروس خانم شما احساس زیبای همسرتون رو مضاعف کنید و همونطور که آقای داماد با احساس تقدیمتون کردن شما هم با عشق تقدیمش میکنید به نام نامه یزدان. پذیرا میشوم مهر تو را از جان.